در حالی که جستجوی علیشیر میرزاناباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و همراهانش در دریای پنج ادامه دارد، مقامات گفتند که او به هلاکت رسیده است و اداره‌های دولتی یکی پی هم به نشر تعزیه‌نامه پرداختند. ماشینی که علیشیر میرزاناباد همسر و یک فرزندش و یاور او سعدانشاه جنابیلوف را از دوشنبه به خارق می‌برد، روز 17 ایون در حدود ناحیه درواز به دریا افتاده است. این خبر واکنش‌های بی‌سابقه را هم در سطح دولت و هم در میان قشرهای گوناگون جامعه به بار آورد. در سخنرانی‌هایی که حکومت تاجیکستان و منصبداران و چهره‌های علمی و فرهنگی نشر کردند، از علیشیر میرزاناباد چهره صادق به دولت و ملت و رهبری آبادکار و سختگیر و سرطلب یاد شده است. اما نگاه‌ها به رهبری و عملکردهای علیشیر میرزاناباد در 5 سال اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان یکسان نیستند. در داخل سیستم کوشش نمی‌کرد که از دیگر منصبداران فرقیت داشته باشد و خود منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان است از دیگر منطقه ها با چیز فرق کند. اما از نگاه جامعه شهروندی این شخصیت مسئول پایمال حقوق انسان در منطقه است و او را نمایندگان جامعه شهروندی در داخل و خارج کشور به خوبی یاد نمی کنند. علیشیر میرزاناباد سال 2021 زمانی به رهبری ولایت بدخشان آمد که حکومت تاجیکستان از وضع امنیتی در این منطقه راضی نبود و جایگزین یادگار فیضوف شد که برخلاف سنت سیاسی نه از بخش‌های دیگری دولتی بلکه از جامعه شهروندی یا سازمان‌های بین المللی در یک دوره بحرانی ریاست ولایت را بر عهده داشت. به نام و مقام علیشیر میرزاناباد تحولات سیاسی و امنیتی بدخشان خصوصا حادثه‌های راشدقلعه، خارق و روشان پس از ماه نوامبر سال 2021 پیوند می‌خورد. همگی پس از 20 روز کار او در مقام رئیس ولایت 25 نوامبر گلبدین زیابیکوف یک ساکن ناحیه راشدقلعه در پی یک عملیات نیروهای قدرتی ولایت کشته شد و بحران نوی امنیتی در ولایت آغاز یافت که گرد همایی‌ها در خارق عملیات و بازداشت و کشتارها در روشان را در پی داشت. علیم شیرزمانوف از چهره‌های مخالف این ولایت که حالا بیرون از تاجیکستان است بر این است که علیشیر میرزاناباد بیشتر گزینه‌ای بود که به وسیله او مسئله این ولایت از راه نظامی و زوری حل کرده شد. میرزانابادوف یکی از نقش‌های کلیدی را داشت در همین با زور حل کردن قضیه خارق را که هنوز در خب بعد اون که همین یادگار فیضوف را یک به مدت کوتاه رئیس ولایت تعیین کردن تا که در طول چند سال تواند با نیروی ملایمی که دل مردم را بیابد توانند همین افکار عموم را طور شکل دهند که خب امکانی با زور حل کردن قضیه خارق شود. در عین زمان بسته شدن بخشی از فعالیت‌ها و نهادهای مربوط به شبکه و بنیاد آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله مهمانخانه‌ها، لیتسه، چهارباغ تفریحی، مرکزهای آموزشی و بحث مالکیت دانشگاه آسیای مرکزی در خارق نیز به نام علیشیر میرزاناباد گره خورده است که در زمان رهبری او صورت گرفت. اما در زمان رهبری علیشیر میرزاناباد توجه و مبلغ گذاری حکومت مرکزی به این ولایت کوهستانی و کمتر رشد کرده زیاد شد که ساخت و ساز و بنیاد بناها و نهادهای دولتی و کارخانه‌ها را در پی داشت. برخی از ساکنان ولایت این همه را حاصل کار رهبری علیشیر میرزاناباد می‌دانند. علیشیر میرزاناباد 46 ساله و زاده ناحیه روشان بود. دانشکده نظامی کمیته امنیت قزاقستان، اکادمی مرزبانی خدمات امنیت روسیه و مکتب عالی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نیروهای مرزبانی و سپس در مقام معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است. یک مدت رئیس شهر خارق و معاون رئیس ولایت بدخشان نیز بود. از سال 2021 معاون رئیس مجلس ملی بود و همگی یک روز پیش از صدمه ماشین خدمتیش در جلسه پارلمان در دوشنبه شرکت داشت.
حالا ماموران نجات و بعضی از ساکنان به جستجوی جسد او، همسر و یک فرزندش دستیارش سردانشاه جنابیل و رانندش سینا مبارک شریف در دریای پنج ادامه می‌دهند.